آیا از مخارج سنگین زندگی کلافه شده اید؟ آیا راه چاری برای حل آنها پیدا نکرده اید؟ آیا اولین چیزی که به ذهنتان میرسد قرض گرفتن است؟ بنابراین از خودتان بپرسید: آیا به خاطر کار ضروری قرض میگیرم؟ آیا زمان قرض گرفتن مناسب است؟ آیا مبلغی که قرض خواهم گرفت بر درآمد خانواده تأثیر میگذارد؟ چگونه بدهکاریم را پرداخت کنم؟ چه مدتی به طول می انجامد؟ قرض گرفتن اگرچه جایز است ولی بسیار خطرناک می باشد و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن به خداوند پناه برده و می فرماید: اللهم اینی اعوذ بک من المأثم والمغرم. خداوندا من از اسباب گناه و بدهکاری به تو پناه می برم. روایت امام بخاری. همچنین ایشان صلی الله علیه و آله و سلم بر مرده‌ای که بدهکار بود نماز نخواند. پس شایسته نیست که شخص عاقل خود را به خاطر امور تفریحی و غیر ضروری گرفتار بدهکاری کند، زیرا بدهکاری سبب غم و اندوه شده و گاهی شخص را دچار دروغگویی، بدقولی و مشکلات خانوادگی می کند. از سوی دیگر مستحب است که طلبکار نسبت به بدهکار آسانگیر باشد، زیرا خداوند به قرض دهنده به خاطر برطرف کردن مشکلات شخص مسلمان پاداش بزرگی را وعده داده است. همچنین جایز نیست که شخص بدهکار در صورت توانایی پرداخت بدهی را به تأخیر بیندازد. باید بدانیم که داشتن نیت درست یکی از اسباب رها شدن از بدهکاری است، زیرا در حدیث آمده: من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. کسی که با نیت پس دادن اموال مردم از آنها قرض بگیرد، خداوند بدهکاریش را ادا می کند، و آنکه به نیت تلف کردن اموال از مردم قرض بگیرد، خداوند او و اموالش را تلف می کند.